حرکتی مؤثر برای شکل‌گیری قوس کف پا. در حالت نشسته انگشتان پا را جمع کنید چند ثانیه مکس و سپس رها کنید. برای انجام این حرکت دقت داشته باشید انگشتان پا از زمین فاصله نگیرد. استفاده از کش مینی لوپ برای انجام این حرکت به شما کمک می‌کند. با انگشتان پا فشار را به توپ وارد کنید. این حرکت را 15 بار انجام دهید. حرکتی مناسب برای خار پاشنه، گودی کف پا و همینطور تقویت آشیل. حرکتی مناسب برای تقویت آشیل و صافی کف پا. این حرکت را 15 بار انجام دهید. توجه داشته باشید حرکات باید با آرامی و به صورت صحیح انجام شود.